ایدیونا کاری ما را چه کردی؟ بگوی خیلی نمیارم حلالش کنم. شوکت چی کار کردی شاه دختر را؟ خوردمش. شوکت است؟ آن بیشرفی لعنتی را میکشم. بانو از پشت او مرا ترک کرد غیب زده رفت. گوش کن اگر به جانانم دست رسانی تو را پاره میکنم زنده‌ات نمیمانم. ای بدبخت تولین سازه گپ کشال نکن. چیکار کردی پولای مرا؟ آماده است. این بدبخت اگر مرا فریب کنه تولین ایمین بلندی میپرتم. پول خبیده می در خونه حساب شو میکنم. ایدیونا طرف قبادیان رفتن گیر یا بیوی سیاه موندگی های تولین در بگش های. فلا بردم فلا گلم بردن گله. شوکت؟ حد دامولای دیوانا آخر کارتا کردی ها؟ ای بچه او میماری امیره 4-5 ایتاج دیگه بالاتر سوزی چی کار میکنم اکما؟ همجا پارتون خودما شوکت صلات جنازه بنده مومین. یا خدایا نباشد میمون. ای بچه کلاس آرام شو. چیکار میکنی میکشی را؟ آرام شو برادر. من قلیاردیر شدم بیا به خارجه گریزیم ها. ای تو چی میگویی شوکت ها؟ چی میگویی؟ لعین تو تولین را دزدیده پول خواستی ها حیوان صورت. چخیر پول حقم رو گرفتم ای برادر. ای خزینه حقم رو گرفتم برادر. بانو رو همه دوزم به خارجه میگریزیم یک جویه میشه برادر. کدام بانو ها؟ کدام بانو؟ وای غیب زده است. کنعانی دیوانه آن دختر را میکابد. اگر منو تو را یابد خونی بدنمان را میمکد. تو تا حال مرا خزینه خارجه بانو دزدی گفته ایستاده یا؟ بانو غیب زده است گفتی؟ چی گفتی برادر هم؟ بانو به کجا غیب میزند؟ سمی؟ به کجا رفته باشد بانو ها؟ برادر بیا از اینجا میگریزیم کنانی دیوانه ما رو میکشد. شوکت من دخترچم و زهرا را گذاشته به هیچ کجا نمیتوانم بروم. مرا ببخش. مرا گوش کن شوکت. این شغال اینجا می ایستد فهمیدی؟ نه آب نه خوراک هیچ چیز نمیدی. شاید عقلش به سرش آید. تمام. این جزدان را به زهرا بردنم لازم. مایل برادر بره. خیر تا دیدم. مایل بره. وقتای بی پولیم در بانو ختم گب نمیزد اینا که پول یافتین تماما گم شده. هم کسب مرا نمیکشوی ها؟ ای در که آدم به عقل تیافتی ها؟ کودک دم تا بگی خاموش بیست. با خدا عیب است تو خیر. ای لعنتی که من قدی تو همکاری کردم که مرا همکار میگی بی شرف. کیرست چی به تهمت کردی؟ بینم
بانو گریخته رفته؟ کانون دیوانه هازی دستی مده میافتی. این همه خیر گردن تا میکنم رنگی چوچوک در بالای دیوال میمونم لعنتی ای پیشم نبرو. فهمیدی؟ کنی بخیست بچه دیوانه شده تو؟ نخواد آدم همه خیلی بیدار کنن. عقل داری تو برادر؟ گم نزن اینجا خواب بودی مگر نه ماهی میقپیدم. بیزار کدی که؟ سمی در درون است و تو اینجا برابرین خواب. ای میمونی کمتر نوری افتاب بزنم او رو در درون بستگیم کجا میگریزه؟ خاموش پیشتر راه گرد باید آن ابله را بگب دراری. مرحمت گذره دوکا آیوکا جان گذر از بری بالا گذر. خوش جناب شوکت سمی در کجاست؟ ای برادر بخدا قسم میخورم که اینم جمع خشتگی بود. من نمیدونم. گپ نزن شوکت لاین یک آدم را صاحبی نکردی تا اینکه این آدم را دستگیر کنم شکمم داری. برادر جان حق هستی میفهمم اما بین حالا گرم است این دور نرفته اینم جدا که جای دست رفته میقپیمش. چه دستگیر میکنی شوکت چه دستگیر میکنی؟ او الکی گریخته رفته است. او شوکت او